رادیو ناشنیده. من امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی جالب، البته برای خودم که خیلی جالب بود، امیدوارم که برای شما هم جالب باشه، مکاتباتی که بین امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مهد اولیا، بین اینا صورت گرفت و منجر به عزل امیرکبیر و بعد از اونم قتل امیرکبیر شد و میخوام براتون روایت کنم. همه ما کم و بیش میدونیم که خب روابط ناصرالدین شاه و امیرکبیر چطوری بوده و در نهایت هم دستور قتل امیرکبیر رو ناصرالدین شاه صادر کرده، ولی جزئیاتش و اینکه خود امیرکبیر توی این ماجرا چقدر نقش داشته همیشه پنهان بوده یا کمتر بهش پرداخته شده. من امروز میخوام این موضوع رو براتون باز کنم. پیش از اون سپاسگزار میشم که با سابسکرایب، لایک و کامنتاتون از من حمایت کنین و باعث قوت قلب من بشید. خب میریم سراغ ماجرا. ناصرالدین شاه در روز دوشنبه 16 محرم 1268 برابر با 11 نوامبر 1851 امیرکبیر رو از صدارتش معزول کرد، ولی کماکان اون رو تو مقام امارت نظام یعنی ریاست کل قشون باقی گذاشت. مضمون دستخط شاه هم به امیرکبیر اینجوریه: چون صدارت عظما و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت بر شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم. باید به کمال اطمینان مشغول کار امارت نظام باشید. 2 ماه بعدم تو روز جمعه 17 ربیع الاول 1268 برابر با 10 ژانویه 1852 امیرکبیر به فرمان ناصرالدین شاه در حمام باغ فین کاشان، جایی که تبعیدگاهش بود و آخرین روزهای عمرش رو داشت اونجا سپری می‌کرد، کشته شد. قتل امیرکبیر یه نقطه عطفی تو زندگی ناصرالدین شاه و در واقع یکی از تاریک‌ترین لحظات سلطنتش بود. حالا جلوتر که من رابطه امیرکبیر و ناصرالدین شاه رو براتون باز کنم متوجه میشین که چرا این نقطه تاریک بود. همچنین این یه نقطه پایانی بود بر دوره کوتاه ولی بسیار مهمی از عصر قاجار که با صدارت امیرکبیر آغاز شده بود. خب من اینو فراموش کردم بگم که من این روایت مکاتبات و ریز مکالمات این افراد رو از کتاب قبله عالم دارم براتون تعریف میکنم. کتاب قبله عالم کتابیه که آقای عباس امانت نوشته در مورد ناصرالدین شاه قاجار و مدت پادشاهیش. آقای حسن کامشاد هم اونو ترجمه کرده. خب در واقع باید بهتون بگم که توی تاریخ نوین ایران بر هیچ جنایتی اینجوری سوگواری نشده و با توجه به اینکه شاه خیلی علاقه داشت به امیرکبیر واقعا از این موضوع خودش ناراحت بود. انگیزه ناصرالدین شاه در برکناری نخستین صدر اعظمش هنوز خیلی دقیق بررسی نشده و همینجور نقش پیچیده افرادی مثل میرزا تقی‌خان امیرکبیر یعنی خود اون صدر اعظم، میرزا آقاخان نوری و مهد اولیا. البته خب به مهد اولیا خیلی بهش اشاره شده ولی یه مقدار توی نقشش اغراق هم شده، یعنی دیگه خیلی اونو سیاه نشون دادن، امیرکبیر رو سفید، در صورتی که اینطوری نیست. هر کدوم از این افراد در جایگاه خودشون مشکلاتی داشتن و اشتباهاتی رو انجام دادن. سفارتخانه‌های خارجی هم بی تقصیر نبودن. خب میریم از اول شروع میکنیم که امیرکبیر وقتی که صدر اعظم شد چه اقداماتی رو انجام داد. در واقع امیرکبیر سعی میکرد که روی شخصیت شاه کار کنه و در انظار عمومی از ناصرالدین شاه یه پادشاهی خیلی قدرتمند و حامی برنامه‌های اصلاحاتی صدر اعظم نشون بده. اون سعی میکرد که هنر حکمروایی رو آموزش بده و با حد و مرزهایی که امیرکبیر برای دربار و دولت گذاشته بود شاه رو هم نوا کنه. خب باید بگیم که البته شاه اولش خیلی شاگرد پرشور و اشتیاقی بود، تن به آموختن این رموز پیچیده حکومت میداد، ولی همین که رفته رفته اعتماد به نفسش بیشتر شد
دیگه کمتر دل به کار میداد و اون چرا که شاه حقوق سلطنت میدونست باعث میشد که خیلی این سلطه پذیری امیرکبیر رو قبول نکنه. زمینه نهفته در پشت مکاتبات خصوصی شاه و امیرکبیر نشون میده که بینشون هم تنش بوده، هم دلبستگی بوده، هم یک دندگی از طرف جفتشون. اگرچه که وزیرا در واقع باید نسبت به شاه سرسپرده و مطیع باشن، ولی لحن امیرکبیر توی مکاتبات خصوصیش آمیزه‌ای از توبیخ پدرانه، دلسوزانه، همچین چیزی بود. برخورد ناصرالدین شاه هم اونجوری که از مکاتباتشون برمیاد یه برخورد شاگردیه که مرهون محبت، بعضی موقع یه کینه‌جویی‌های کودکانه انجام میده و حتی استقلال رأی از خودش نشون میده. تساهل در انجام وظایف همایونی بیش از هر چیزی توی مکاتبات اونها باعث اخطارهای مکرر امیرکبیر میشه. برای نمونه یه جا امیرکبیر به شاه ایراد میگیره که چرا از حضور در مراسم سان نظامی خودداری کرده و تکالیف پادشاه رو بهش یادآور میشه. حالا من عین مکاتبه رو براتون میخونم، به نظرم اینطوری جالب تره. به این تفره ها و امروز و فردا کردن و از کار گریختن در ایران به این هرزگی حکما نمیتوان سلطنت کرد. گیرم من ناخوش یا مردم. فدای خاک پای همایون. شما باید سلطنت بکنید یا نه؟ اگر شما باید سلطنت بکنید بسم الله. چرا تفره میزنید؟ موافق قاعده کل عالم پادشاهان سابق چنان نبوده که همگی در سن 30-40 ساله به تخت نشسته باشند. در 10 سالگی نشستند و 30-40 سال در کمال پاکیزگی پادشاهی کردند. هر روز از حال شهر چرا خبردار نمی شوید که در واقع چه می شود و بعد از استحضار چه حکم می فرمایید؟ از در خانه و مردم و اوضاع ولایت چه خبر می شود و چه حکم می فرمایید؟ قورخانه و توپی که بایست به اسدرآباد برود رفت یا نه؟ این همه قشون که در این شهر است، از خوب و بد و سرکرده های آن چه وقت خواستید و از حال هر فوج دائم خبردار شدید؟ و همچنین دیگر امور. بنده ناخوشم و گیرم، هیچ خوب نشدم. شما نباید دست از کار خود بردارید یا دائم محتاج به وجود یک بنده‌ای باشید. اگرچه جسارت است، اما ناچار عرض کردم. باقی الامر امر همایون. برگشتن تدریجی ناصرالدین شاه از دنیای عشرت و طرب، سواری و شکار و اندرون و این چیزا و تمرکزش روی امور حکومت و دیوان ظاهرا در حدی بوده که تحسین امیرکبیر هم برانگیخته تا پشتکار و جدیت شاه رو ستایش کنه، حتی اگر این پیشرفت‌های شاه به بهای از دست رفتن اقتدار خودش تموم میشد. امیرکبیر از این انضباط شاهانه تقدیر کرده بود و پیشتر این انضباط رو به شاه عباس نسبت داده بود. توی یه نامه دیگه‌ای به ناصرالدین شاه اینطوری می‌نویسه: اگر که 2 ماه اینطور دماغ در کار بسوزانید تا جمیع خیالات فاسد از دماغ مردم بیرون رود، کارها چنان نظم بگیرد که همه عالم حسرت بخورند و وجود امثال این غلام باشد یا نباشد، به فضل خدا همان ذات مبارک دوای هر دردی باشد و چنان محیط بر کار شوند که بی مشاوره احدی خدمات کلیه به یک اشاره خاطر همایون انجام گیرد، زیرا که جمیع عالم از خوب و بد، از تشر و کارسازی اول است که ببینند سر خود به خود از واهمه سلطنت راه می رود. خب از این نامه هم اینطوری برداشت میشه که واقعا امیرکبیر اشتیاق داشت که شاه فعالانه توی امور مملکت شرکت کنه و خودش یه پادشاه مقتدر بشه که احتیاج به هیچ مشاوری نداشته باشه. با این هشدارها و توصیه‌های پی در پی امیرکبیر و بسیاری از مکاتباتی که بین شاه و امیرکبیر بود و در حقیقت پرسش و پاسخهایی بود که شاه درباره امور حکومت، قضایای داخلی و خارجی، مسائل قشون، امنیت، انتصابات، حقوق، مواجب و دیگر مسائل بود، با این حال هنوزم اکثر امیرکبیر بود که مسیر امور دولت و ختمش سلطنت رو معین می‌کرد. اگه بخوام یه مثال براتون بزنم، موقعی بود که یکی از فرستادگان خارجی درخواست شرفیابی کرد.
امیرکبیر که نگران بود که شاه مرتکب خطایی نشه لازم دید و بهش تذکر داد. اینجوری براش نوشت: میخواستم عرض بکنم که مبادا فردا جوابی برخلاف مصلحت دولت خودتان بفرمایید. یه جایی هم از یه نامه‌ای که شاه نوشته بوده به یه دولت اروپایی، مثل اینکه امیرکبیر ناراضی بوده و اصرار میکنه و مینویسه: قبل از اینکه به دستخط همایون لفظی مقرر فرمایند همان را بفرمایند نزد این غلام بیاورند تا تجدید شود. منظورش اینه که اول بیار من بخونم بعد اونو بفرست بره. صدر اعظم یا همون امیرکبیر علاوه بر تعیین خط مشی اکثر انتصابات، صدور دستورات، اعزام افراد به مأموریت‌ها، تخصیص بودجه، گفتگو با نمایندگان خارجی را خودش انجام میداد. و علاوه بر این کارها درباره مسائل داخلی هم گاهی با شاه در میافتاد، به خصوص در مورد واگذاری مقامات دولتی به قوم و خویش‌های مورد التفات که واقعا هنری جز بودن توی دربار سلطنتی نداشتن و میخواست که جلوی این حقوقای درباری الکی رو بگیره. تجدید نظر در انتصابات دولتی یکی از اصلاحات اصلی مورد نظر امیرکبیر بود و میتونیم حدس بزنیم که سیاستش تو این زمینه چطوری با خواست دربار و اشراف تقابل پیدا میکرد. یکی از انتصاباتی که امیرکبیر رو خیلی آزار میداد دایی شاه سلیمان خان قوانلو بود که با زور حاکم اصفهان شده بود. یعنی زور که میگم یعنی با اعمال نفوذ. امیرکبیر هم خیلی این مورد ناراحت بود چون این دایی شاه اونجا خیلی حکمرانی بدی داشته، به مردم زور میگفته و خیلی کارهای دیگه انجام میداده. یه جا امیرکبیر میگه که حاجی میرزا یوسف اینجا نشسته مطالبه 12,000 تومان طلب مراتب را از خانان دارد و نواب یعنی مهد اولیا ضامن شدند. دیگه اینجا نتونسته ناراحتی خودش رو پنهان کنه و ادامه میده که نه مرگ برای این غلام هست و نه خلاصی از این قسم معامله ها. توی اینجور مکاتبات رعایت حال مهد اولیا رو میکرد و سعی میکرد که حالا خیلی هم پاشو توی این موارد باز نکنه، چون میترسید که این بانوی قدرتمند دربار باعث تیره شدن روابط بین شاه و خودش بشه. و در واقع یه جاهایی هم هست که تسلیم خواسته های مهد اولیا میشه. خب همینطور که گفتیم تجدید نظر امیرکبیر توی هزینه‌های دولتی و حذف مستمری بگیری‌های الکی و خرج دربار باعث شده بود که خب درباری‌ها خیلی ناراضی باشن و تو این زمینه حمایت مادر شاه از اونا بسیار حیاتی بود، چون هم توی رأس حرم سرا قرار داشت و هم در میان اشراف قاجار صاحب نفوذ خیلی زیادی بود. البته باید بگم خود شخص شاه هم از این قاعده مستثنا نبود. مخارج شخصی شاه هم دستخوش صرفه‌جویی جدید شده بود. از شاه خواسته شده بود از هزینه‌های ضیافت و تفریح خودش کم کنه و صرفه‌جویی کنه. امیرکبیر هشدار داده بود اگر زیاده از 100 تومان حکم فرمایند گمان پول حاضر نشود، یعنی از قلت وجه نقد. این اذعان به تهی بودن خزانه دولت مسلما خب خیلی دردناک بوده و اخطار دادن به شاه که جلوی خرجاش خودش رو بگیره کار خیلی دشوارتر بوده. یه جا دیگه می‌نویسه امیرکبیر: به خدا پول فردای اسب دوانی که قریب 500 تومان میشود به 1000 زحمت سرانجام فراهم شد. در واقع امیرکبیر باید جلوی هوس‌ها و خودخواهی‌های متنوع شاهو میگرفت و در پاسخ به شکایت‌ها و درخواست‌های بچگانه شاه ناچار میشد با چاپلوسی وفاداری خودش رو به شاه ثابت کنه. مثلا براش اینجوری نوشته که عمر و زندگی و دولت و عزت جمیع عالم را برای آن می‌خواهم که به وجود مبارک خوش بگذرد و قلب مبارک مشعوف باشد. زحمتی که این غلام می‌کشد همه برای خرسندی وجود مبارک است. یه جای دیگه تو واکنش به شکایت نامشخص دیگه‌ای که از سمت شاه بوده به تأکید میگه این غلام برای 2 روزه عمر دنیا از شما مایوس نمیشوم. خداوند عالم شاهد است که اگر 100,000 جان داشته باشم همه را تصدق خاک پای همایون میکنم. اما با این همه اعتقاد و نوکری حرف ملال‌انگیز مرا دلسرد میکند.
در یه موردی هم امیرکبیر از حرفایی که شاه پشت سرش زده بود و به گوشش رسیده بود خیلی ناراحت میشه و با طعنه به شاه مینویسه امروز قدری حرفها شنیدم، یعنی از مراهم قبله عالم روحنا فدا در حق خود که همه باعث افسردگی غلام شد. از این نامه میتونیم بفهمیم که صدر اعظم که سرخورده شده میخواد به شاه بفهمونه که به نوعی شبکه خبررسانی داخلی کاخ هم دسترسی داره و خبر رو به گوشش میرسه، ولی در ضمن به خوبی هم میدونه که بقای سیاسیش منوط به التفات شاهه. در ادامه می نویسه از شما چشم داشته و دارم که مدت العمر خیال خودتان را در حق این غلام تغییر ندهید. در ادامه میگه به خصوص به حرف لغو مردم و سپس ابراز امیدواری میکنه که در ازای ارادت خاص و بندگیش از تفقد و مرحمت شاه برخوردار بشه. این نامه هایی که از روی عواطف قلبی دو طرف برای همدیگه می نوشتن و روزانه هم انجام می شده تا حدی از تنش بین شاه و امیرکبیر می کاسته. همینطور باید بگم که امیرکبیر خیلی حواسش به سلامت شاه بوده و مکررا نگران حالش و ناخوشیاش بوده. از اون طرف شاه هم همیشه جویای حال امیرکبیر بوده و خیلی براش مهم بوده سلامت امیرکبیر. میزان صمیمیت و نزدیکی شاه و امیرکبیر از اون مشروع برنامه روزانه‌شون مشخص بوده. خب تا حدی با این روابط شاه با امیرکبیر آشنا شدیم. این پرسش باقی میمونه که امیرکبیر در شکل بخشیدن به شخصیت ناصرالدین شاه چقدر تأثیر داشت و چقدر تونست موفق باشه. امیرکبیر شاید ناصرالدین شاه رو زمامداری میدید از خمیره عبدالمجید سلطان همعصر عثمانی که هم حامی اصلاحات بود و هم در حل و فصل مسائل حیاتی مملکتش یه مقام محکمی داشتش. خب سپاسگزارم از اینکه تا اینجا با من همراه بودین. برای اینکه خیلی این اپیزود طولانی نشه من تصمیم گرفتم که توی 2 قسمت این ماجرا رو توضیح بدم. توی قسمت بعدی سعی میکنم به دشمنی علنی که بین درباریان با امیرکبیر و حالا مهد اولیا، نقش مهد اولیا و سفارتخونه‌های خارجی در این موضوع بپردازم که در نهایت منجر به برکناری و کشته شدن امیرکبیر شد. بازم ممنونم از اینکه با سابسکرایب، لایک و کامنت از من حمایت میکنید.